بریم برای تحلیل تکلیف شماره 4. سوال اول، بین دو عدد 3 پنجم و 7 دهم 3 عدد گویا بنویسید. 3 تا روش بهتون گفته بودم. 1 مخرج مشترک گرفتن، 2 روش میانگین گیری، یعنی وسط این دو تا رو بیان پیدا بکنیم، سوم این بود که صورت با صورت، مخرج با مخرج. مثلا من اینجا میام مخرج مشترک میگیرم، میگم که خب این 7 دهم هستش، 3 پنجم بخواد مخرجش 10 بشه باید در 2 ضرب بشه، 2 5 تا 10 تا، 3 2 تا 6 تا. خب حالا بین اینها نمیشه نوشت، درست عددی نیست. حالا میام اینا رو مخرج هاشون رو بزرگ میکنم. خب در یک 4 ضرب میکنم که بشه 40، بعد 4 7 تا 28 تا، 4 6 تا 24 تا. خب الان بینشون 25 چهلم، 26 چهلم و 27 چهلم 3 تا عدد نوشتم که بین اینها قرار داره. دو تا در واقع 3 تا کسر نوشتم، بین این دو تا کسر قرار داره، 26 چهلم و 27 چهلم. خب کسرهای زیر را به صورت صعودی مرتب کنید. خب از کوچیک به بزرگ میخوایم مرتب بکنیم. مخرج مشترک بخوام بگیرم بچه‌ها، مخرج مشترک برای اینها 9 72 24 8 12. یه فکر بکنید ببینید مخرج مشترک چی میتونیم بگیم. راحت ترین راه برای گرفتن مخرج مشترک برای این 5 تا کسر اینه که مخرج همه رو بکنیم 72، چون 72 به تک تک اینا بخش پذیره. 8 9 تا 72 تا، 3 ضرب در 24، بعد دوباره 8 9 تا 12 هم ضرب در عرضم خدمت شما که 6 بشه میشه 72. خب پس 8 9 میگیم 8 9 تا 72 تا 72. خب 8 8 تا 64 تا. این که خب 23 72 هست. بعد این ضرب در 6 میشه، 7 هم در 6 ضرب میشه 42 72. 8 9 تا 72 تا 72. خب 3 9 تا 27 تا. خب 12 ضرب در 6 72، 6 5 تا 30 تا. خب حالا بخوایم صعودی مرتب بکنیم، اول 23 72، بعدی 27 72، بعدی 30 70. البته اجازه بدید من کسرهاش رو بنویسم دیگه. 23 72 همون اینه، اینو می نویسم 23 72. خب بعد 30 72 ایشونه 5 12. بعد البته 27 12 باید بنویسم، 27 12 27 72 باید بنویسم، 27 72 3 8. پس اینو نوشتم، اینم نوشتم. بعد 30 72 5 12، اینم نوشتم. بعدی 42 72 که 7 24. آخریش هم میشه 8 9 که همون 64 72. خب حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به دست آورید. خب خیلی راحت اولویت‌های عملیات ریاضی که توی 8 خونده بودیم. اگر کسری یا عددی بین جمع و یا تقسیم گرفتار بشه، اولویت با تقسیمه. پس اول منفی 2/3 باید برای 1/2 تقسیم بشه و حالا 1/2 هم ضرب در 3 پنجم شده. پس اولویت اصلی ما این 3 تاست. اینم که اینور جمع اینور ضرب، بعد این اتفاق بیفته این انجام بشه و هیچ اولویتی نبود بین ضرب و تقسیم. پس ابتدا منفی 2/3 رو در 1/2 تقسیم میکنم. پس منفی 2/3 تقسیم بر 1/2 میشه ضرب در 2 1، چون تقسیم تبدیل به ضرب میشه، کسر بعدی معکوس میشه منفی 4/3. پس عبارت ما تبدیل میشه به منفی 1/2. خب بعد مثبت در منفی میشه منفی 4/3. ببین این دوتا رو نوشتم، نگاه کن این دوتا رو. بعد ادامه ضرب در 3 پنجم به اضافه 1/2. خب حالا این 3 با این 3 ساده میشه، تبدیل میشه به 1/2 منهای 4 پنجم.
خب بعد یه دونه به اضافه یک دوم هم این ور هست. البته این منفی یک دوم ها، منفی یک دوم منهای 4/5 به اضافه یک دوم. خب این یک دوم آخر و منفی یک دوم اول اینا با هم ساده میشن میرن، جواب میشه منهای 4/5. مورد بعدی چک بکنم ببینیم اشتباه نشده باشه. منفی 2/3 ضرب در 2/1، بعد منفی 4/3، منفی 4 ضرب در 3/5، منفی 4/5 درسته. بعدی ما میایم تک به تک صورت و مخرج ها رو حساب میکنیم توی چک نویسمون. مثلا 3 منهای یک دوم، ببین 3 یک دوم هم نیمه، میتونیم ذهنی هم حساب بکنیم. خب 3 منهای نیم میشه 2.5. بعد با مخرج رو بخوام بنویسم میشه 5/2 بر روی 1/3 تقسیم بر 2 میشه 1/3 ضرب در 1/2. تقسیم تبدیل به ضرب کسر بعدی معکوس را مخرج 1 بهش بدی 1/2 میشه 1/6. 1/3 ضرب در 1/2 میشه 1/6 منهای 1 منهای 1/2 میشه 1/2. 3 ضرب در 1/2 میشه 3/2. حالا میتونم مخرج ها رو اینجا ساده بکنم. این 2 مخرجه با این ساده بشه میره و این هم با این 6 ساده بشه میشه 3. پس میشه 5 بر روی 1/3. ببین 5 بر روی 1/3 منهای، خب صورت که خب 1 شد، این هم که میشه 3. حالا این 1/3 که توی مخرج هستش میره بالا میشه 3، چون دور به دور نزدیک به نزدیک بکنم یک مخرج 1 بدم. 3 ضرب در 5 1 ضرب در 1، 3 ضرب در 5 میره بالا میشه 15. 15 1 منهای 1/3. حالا مخرج 3 هم به این میدم، 3 15 تا 45 تا منهای 1 میشه 44/3. یک بار دیگه بررسی میکنیم. ببین 3 منهای 1/2 میشه 5/2. بعد 1/3 تقسیم بر 2 میشه 1/6. بعد میتونستی حتی اینجا همون اول کار بگی خب 6 5 تا 30 تا دور به دور نزدیک به نزدیک بکنی، 6 ضرب در 5، بعد بگی 2 ضرب در 1 که میشه 2، بعد بگی 30 تقسیم بر 2 میشه 15، همون 15 که اینجا ما نوشتیم. حالا ما اومدیم مثلا 2 با 6 ساده کردیم شد 3، بعد 3 رو بردم بالا در 5 ضرب کردم، مخرجم که میشه 1. ببینید 5 تقسیم بر 1/3 نوشتم، بعد 3 رو بردم بالا در 5 ضرب کردم، فرقی نمیکنه. حالا اینم که 1 منهای 1/2 میشه 1/2، 3 ضرب در 1/2 میشه 3/2. مخرج های 2 رو ساده بکنم میشه 1/3. میمونه 15 منهای 1/3 که دیگه یک مخرج مشترک بگیری میشه 44/3. اینا بیشتر میگم بچه‌ها مربوط به پایه 8 میشه تا 9. خب این کسر ما بهش چی میگفتیم؟ کسر مسلسلی، باریکلا رگباری میرفت پایین. بهتون گفتم که بیا از پایین ترین کسر شروع کن برو جلو. منفی 1 منهای 1/3. خب جواب این منفی 1 منهای 1/3 میشه منفی 4/3. حالا 1 تقسیم بر منفی 4/3 بهتون گفتم معکوس میشه، 1 تقسیم بر هر کسی میشه معکوس اون کس، میشه منفی 3/4. پس یه خط کسری 2 یه منفی 2. پس آقا 1 تقسیم بر منفی 4/3 میشه منفی 3/4. بعد یه منفی هم اینجا داریم، میگی منفی در منفی مثبت میشه مثبت 3/4 دیگه، منفی 3/4 نمیشه. ببین 1 تقسیم بر این میشه معکوس این منفی 3/4. منفی هم اینجا داریم، میگی منفی در منفی مثبت میشه به اضافه 3/4 مساویه. حالا مخرج 1 به این بده میشه 2 بر روی خب منفی 8 به اضافه 3، این هم که میشه 4 میشود 2 منفی 5/4. یه مخرج 1 به این بدی خب 4 در 2 ضرب میشه 8، 1 هم در 5 ضرب میشه، یه منفی هم اینجا باید بذاری منفی 8/5. بعدی دوباره بیا کسر مسلسلی از پایین ترین کسر شروع کن. 2 به اضافه 4/5 14/5. ببین 2 5 تا 10 تا به اضافه 4 میشه 14/5. بیا بنویس 2 به اضافه
3 بخشید 3 نه 2 به اضافه خب 3. حالا این میشه 14 پنجم ایشون. حالا مخرج 1 به این 3 بدی 2 به اضافه 2 به اضافه خب این 3 در 5 ضرب میشه تقسیم بر 14 میشه، یعنی 15 چهاردهم. حالا 2 به اضافه 15 چهاردهم، مخرج 1 به این بدی 2 در 14 ضرب میشه 28 به اضافه 15 بر روی 14. خب 2 1 3 5 8 13 43 چهاردهم. پس شد 2 به اضافه 2 به جای ایشون می نویسی 43 چهاردهم. حالا در ادامه دوباره مخرج 1 به این میدی 14 رو در 2 ضرب میکنی 43 رو در 1 ضرب میکنی میشه 2 به اضافه 14 در 2 ضرب میشه 28 1 در 43 43. حالا جواب اینو به دست میاری دیگه، مخرج مشترک 43 میگیری 2 رو در 43 ضرب میکنی و بعد با 28 جمع کنی. یه بار دیگه بررسی بکنیم که اشکال نداشته باشه حلمون. خب 2 به اضافه 4 پنجم میشه 2 5 در 14 پنجم، بعد 3 به روی 14 پنجم مخرج 1 به این دادیم 5 در 3 ضرب میشه 14 در 1 15 چهاردهم، اینم 2. حالا 2 به اضافه 15 چهاردهم مخرج 14 2 در 14 ضرب میشه 28 28 به اضافه 15 43 چهاردهم 2 به اضافه 2 به روی 43 چهاردهم درسته. حالا 14 در 2 ضرب میشه 43 در 1 ضرب میشه 14 در 2 ضرب میشه 28 یکم در 43 ضرب میشه 43 2 به اضافه 28 43 و تمام درسته. چیز خاصی نداره ها، هیچ چیز خاصی نداره. شما باید از پایین ترین کسر حاصل جمع و تفریق کسر دیگه تو پایه چهارم اینا خونده بودید. فقط نکتهش اینه که به شکل مسلسلی بخواد بیاد از پایین ترین کسر شروع می‌کنی همین. خب نمایش اشاری حرکت کسرهای زیر رو تعیین کنید، مختوم یا متناوب. خب من یه مروری میکنم. یک کسر نمایش اشاریش اگر بخوایم پیدا بکنیم که مختوم هست یا متناوب، نیاز نیست که بیایم صورت رو منخش تقسیم میکنیم و ببینیم که باقی مانده صفر میرسید یا نه. اگر باقی مانده صفر میرسیدی میشد مختوم، به باقی مانده صفر نمیرسیدی میشد متناوب. یه راه حل خفن بهتون گفتم که ما اول کسر رو تجزیه میکنیم تا جایی که ممکنه و بعد اگر در مخرج فقط عامل 2 یا 5 بود میشد چی؟ مختوم. در غیر این صورت میشه متناوب. در غیر این صورت یعنی چی؟ یعنی 1 عامل 2 یا 5 اصلا نباشه، کلا عامل 2 یا 5 نباشه. 2 عامل 2 یا 5 به همراه عامل اول دیگری باشه که اگر عامل 2 یا 5 اصلا نبود میگفتیم متناوب ساده، اگر عامل 2 یا 5 بود به همراه عامل اول دیگه بهش میگفتیم متناوب مرکب. حالا بیا اینجا اونجا نه بیا اینجا. خب 7 شیشم 2 در 3 داره ضرب تو مخرج، پس میشه متناوب. من نوعش رو نمی نویسم که ساده است یا مرکبه، چون تو امتحان نهایی از ما نمیخوام. 24 دهم ساده میکنم 2 5 تا 10 تا 2 12 تا. خب تقسیم بر 2 5 تقسیم بر 2 12 12 پنجم فقط عامل 5 هست میشه مختوم. 4 نهم ساده نمیشه متناوب، فقط عامل 3 هست 2 یا 5 نیست. 5 22 2 ضرب داره 11 متناوب. 44 55 5 ضرب داره 11 متناوب. غلط، متناوب نیست. حواس جمع باید ساده بکنی. اینجور جفت اینا به 11 تقسیم میشه 11 5 11 4 4 پنجم مختومه. بس حواستون باشه، اینقدر بهتون میگم ساده بکنید کسو به خاطر اینه. 7 125 125 5 به توان 3 فقط عامل 5 هست پس مختومه. 91 26 26 2 ضرب در 13
ولی حواست باشه 13 رو میشه ساده بکنم، چون 91 13 ضرب در 7. خب این هم که 2 ضرب در 13. پس این 13 پایین ما 13 بالا میره، میشه 7 دوم و 7 دوم هم مختومه 3 و نیمه. عامل 2 دارم. 21 600. خب 600 میشه 2 ضرب در 3 ضرب در 100. اینم 21. خب ببین الان توی مخرج من 100 عامل 2 و 5 فقط داره، چون 25 ضرب در 4 دیگه 100. 4 هم 2 به توان 2، 25 هم 5 به توان 2. فقط عامل 2 یا 5 داره، 2 و 5 داره. تنها چیزی که اینجا کارو خراب میکنه 3. ولی 3 من میتونم 3 رو ساده بکنم با 21 که تو صورت هستش. 21 تقسیم بر 3 7. عامل 3 حذف شد. این 21 7 ضرب در 3 عامل 3 حذف شد از توی مخرج. آها پس تو مخرج الان چی دارم؟ عامل فقط 2 و 5 دارم، عامل اول دیگری رو ندارم. پس این میشه چی؟ مختوم. 11 140. 140 2 ضرب در 7 ضرب در 10. 11 عدد اول اصلا ساده نمیشه، پس این هفته موندگاره توی مخرج. عامل اول دیگری رو من میبینم، پس ایشون هم متناوب هستش. چند تا درست نادرست خیلی مهم. عدد گفته 3/10 دوره گردش از 32 دوره گردش کوچکتر است. خب اول من میگم که آقا 32 دوره گردش ما روی هم 3 قرار داره هم 2. این یعنی 32 32 32 و الی آخر. ولی وقتی میگه 3 دوره گردش یعنی 3 3 3 3. خب حالا کدوم یکی از کدوم یکی بزرگتره؟ قطعا این از اون بزرگتره دیگه. نیا کن رقم های اعشاریش 3 3 3 ولی این میره به 32 میرسه. همین که این بعدی شد 2 ولی اینجا 3، پس این از این بزرگتره نه کوچکتر. پس گول این ظاهره که فقط 3 داره ولی این ور 32 داره رو نخورید. مجموع فلان بیشمار عضو دارد. آیا واقعا بیشمار عضو داره؟ x عضو n و x ها از 5 بزرگتر یعنی 6 7 8 الی آخر. خب راست میگه دیگه، بیشمار عضو داره. x هایی که از 5 بزرگتر و عضو عدد طبیعی هست. خب عدد فلان از عدد فلان بزرگتره. عدد 3/14 دوره گردش داره. 3/14 14 14. این هم که فقط 3/14 خالیه. خب قطعاً بله این از این بزرگتره، چون بعد از 14 اینها من دارم این عددهای اعشار 14 14 14. ولی 3/14 تمام اینجا فیکس میشه، انگار که بعدی ها صفرن. صفرهای بعد از آخر رقم اعشار هم بی ارزشه. بله پس این از این بزرگتره، کاملا درسته. حواستون بس به اینجور سوالات باشه، تو امتحان نهایی میاد همچین سوالی و سوال مفهومی هم حساب میشه. نمایش اعشاری کسر 14 56 متناوب است. برای بار انوم دارم میگم اولی، بیا ساده بکن. 14 2 هفتای 56 هم که همون 7 8 معروفه، پس این هفته که تو مخرجه میره، جواب میشه 2 هشتم ساده شدش. و در مخرج فقط عامل 2 میبینم، 8 2 به توان 3، پس این هم میشه مختوم. پس باید تا جایی که ممکنه کسر رو ساده بکنید برای بار انوم و بعد در موردش نظر بدید. مخرج رو بیای تجزیه بکنی، عامل 2 یا 5 فقط بود مختوم، 2 یا 5 نبود متناوب ساده، 2 یا 5 بود به همراه عامل اول دیگری میشه متناوب مرکب. بریم برای تستا، بریم دیگه.